خیلی خیلی خوش اومدیم یه ویدیو. امروز اومدیم سراغ گیم پلی باحال بازی رئیس جمهور، شبیه ساز بازی رئیس جمهور. امروز اومدیم رئیس جمهور یک کشور بشیم که 100% هم انتخاب ما ایرانه، چیزی جز ایران نیست. بیایم شاید با آمریکا وارد جنگ بشیم یا شاید هم تحریماشو برداریم. خب بدون معطلی میریم سراغش. Let's go. انتخاب ما که ایران. استارت. خب داره به ما آموزش میده که ما هیچی بلد نیستیم. میزنیم اند. یعنی ببینید کل نقشه جهان داره. کاری میکنم کل زمین هست. خب کار من فعلا اینجاست. یه قاره آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا. استرالیا هم هست که زیاد اقیانوسه یکم زیاد بزرگتر نیست. اقیانوسه خیلی بزرگه. خب دوستان فکر میکنم آموزشش هم تموم شد. بریم به آمریکا سر بزنیم. آمریکا تا جایی که میدونم نمیدونم کجاست، ولی توی هم قاره آمریکاست. کجای آمریکا؟ اینم از آمریکا. من میتونم باهات وار، فوش دادن و حتی صلح باش صلح کنم دوستان. باش صلح کنم بچه ها. فهمیدم بچه. اسرائیل خودت آماده کن که اینجاست داداشتون محمد. بریم سراغ اسرائیل. ببینم برای چی که خالی میکردی. مثلا هیچ جای دنیا باورش نمیشه که یک کشوری اندازه اسرائیل اومده یک کشوری اندازه ایران رو زده. اینم از اسرائیل. فقط فوش من بهشون کادو بدم. همین قدر احمقم. میتونیم حمله بکنیم. ببین دوست عزیز، از هر چی داری بزن. فقط بزن. همین رو داری، همین قدر کافیه. بزن. میخوام کلن جایی به اسم چقدر دیگه طول میکشه من میدونم. بمبارانش کنم. زدیمش. اولین حمله ما به اسرائیل بود و تونستیم بزنیمش. این چیه فکر کنم جاسوسه که میگیریم. بچه بازیش واقعا تنوع زیاد داره، دکمه زیاد داره، ولی سخته چون که ایرانی هم نیست، انگلیسیه. من هیچ وقت با تو صلح نمی‌کنم. می‌فهمی؟ می‌ذاریم در از 5 ساعت دیگه میرسم که ما جم میریم و میریم و رسید. داداش بهت گفتم خودت آمد. بزنی
نوشته ایران vs اسرائیل. وای نیروهای اسرائیل داداش ریدن. وای بچه ریدن. ما رو نباید بزنیم. باید نیروهای ما رو ریدن. بچه ریدن. ولی بقیه باید جنگ میشیم. بیا بزن تو. داداش نه آموزشی نه چیزی. نباید علکی اشکال نداره. اولین حملمونه مهم نیست. نه واقعا اولین حملمونه نمیدونستیم باید چیکار کنیم و از این به بعد میگیم ارتش اسرائیل گرامی خودتو بهتر آماده کن. اسرائیل آها بزن بریم یه بار دیگه. کردن خرج دار استارت بده. میزنیم اون کشتی رو میزنیم مقبولش میکنیم. تمام من الان باید چیکار کنم؟ وقتی محوطه اینا که اینجاست من چیکار کنم؟ من بیاریم جلو. میتونه بزنیم میتونه زیاد بزنیم یهو زیاد بزنیم. ولی خوب بزن. یه دونه ضربه خلاص. بزن هر چقدر من چقدر بد ریدم که اومدم اینو گذاشتم جلوشون که بتونم راحتی اینو بزنم. بد جور ریدم بچه. بد جور ریدم. باید اینا رو بری عقب چه بویه نکن بزن اینو بزنم. استخدم بد جور بزنم. ببین رفت تو بحثم. من بد جور اشتباه کردم. اشتباه هم بپذیرم. الان مرگیم یه ارتش اسرائیل دارم نبود تحویل داداش. ببین من دارم جیب خرج میکنم ولی به صورت اشتباه. بلد نیستم باز من فقط دارم خرج میکنم. خب نوبت منه. همه دارن میزن بچه. همه دارن میزن. بهش 35,000 نفرم. اینم که از این 11,000 10,000 یعنی از 30,000 ما تبدیل کرده به 30,000 ما تبدیل کرده به 9,000. تمام. برم ببینم با کسی دیگه میتونم وارد جنگ بشم. فکر کنم بچه اون چون دوره انقدر زمان میبره تا برسم. بعد من اگه بخوام به افغانستان حمله کنم فکر کنم سریعتر انجام
افغانستان رو باید از بین ببریم. ببینید فهمیدم، الان دیگه فهمیدم اینو تا برم بالا، اینم همینطور، بعد چند تا سرباز اضافه کنم. بشه رو بپرسم. ببین الان دیگه فهمیدم. هر سری دارم فهمیدم نمیدونم. خب ببین اینو بریم تا ته، اینو بریم تا ته، اینم همینطور. حالا همه میکنم 618 تا جم. ببین من دیگه هرچی جم دارم خالی کردم. بریم واسه حمله به ریدی که محمد، ریدی که کلا ریدی محمد. بابا ریدم من رسم. بچه بازی واقعا باحاله. ببینید من استراتژیمو خوب نچیدم. شما اگه این ویدیو رو میبینید و دلتون خواست این بازی رو نصب کنید، اسمش شبیه ساز رئیس جمهور 2. ولی ببینید با استراتژی خوب بچینید، دنبال انتقام و بهونه و این چیزا نباشید. مثلا نرید مستقیم آمریکا رو بزنید یا برید مستقیم حمله کنید به اسرائیل مثل کاری که من کردم. یک کشور نزدیک و ضعیف از نظر خودتون انتخاب کنید، مثلا قطر. به قطر برید حمله کنید. شاید هم اینجا بشه اقتصاد کرد و تحریما رو برداشت. ولی شما اشتباه منو نکنید، از جمعهاتون به شدت محافظت کنید، خیلی محافظت کنید. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو. لایک و دنبال و کامنت یادتون نره. حتما ویدیوهای قبلی رو ببینید، منتظر ویدیوهای بعدی باشید. تا ویدیو دیگه، فعلا بدرود.